خیلی ترسناک بود. خیلی وقتی بهش فکر میکنم که بخوام این داستان رو برای شما تعریف کنم واقعا میترسم. 23 آگوست سال 1970 روستای دور افتاده توی مکزیک، دختر جوان 15 ساله‌ای که تصمیم میگیره ازدواج کنه و برای این موضوع خیلی خیلی خوشحال بود. اون لحظه شماری میکرد که روز موعود فرا برسه و احساس میکرد خیلی خوشبخته. اما دقیقاً روز عروسی داماد اونو تنها میذاره. بعد از اون توی شوک این اتفاق خودشو همیشه توی لباس عروس تصور میکنه و سالها و سالها با اون لباس دور اون خونه آیندش میگرده. حتی تا زمانی که پیرتر شد تصورش با یه رقص عروسی همراه بوده، تا اینکه زمان گذشت. اون پیر و پیرتر شد و تنها با یک گربه زندگی میکرد. مردم روستا همیشه از اون میترسیدن. هیچ که سمت خونش نمیرفت. تمام سرگرمی اون خودش بود و غذایی که برای گربه‌اش آماده میکنه و همچنین نقاشی هایی که هر از گاهی روی دیوار میکشید و به عنوان یادگاری برای خودش نگه میداشت. تا اینکه یه روز یه دختر جوان تصمیم گرفت که خودش تک و تنها وارد عمارت تاریک اون پیرزن بشه تا به همه ثابت کنه که اون قدر هم که فکر میکردن ترسناک نیست. اما همین که وارد اون خونه شد در لحظه وقوع به اون پیرزن میرسه و یک خنده شیطانی. اما بعد از اون دیگه معلوم نیست اون خونه چه اتفاقی افتاد. فقط این که پیرزن با یک کیسه مشکی زیر درخت اونو چال میکنه بدون اینکه حتی بفهمیم چه اتفاقی افتاده و بعد از اون آثارشو پاک میکنه و در نهایت شب برای گربش تولد میگیره. هیچ کس نمیدونست چه بلایی سر اون دختر اومده تا اینکه صبح جسدشو میبینن. واقعا ترسناک بود. واقعا این که بخوام خودم رو جای اون دختر تصور کنم شاید هیچ وقت نتونم این کار رو انجام بدم. شما چی؟ این زیر برام کامنت کن. آیا حاضری مثل اون دختر وارد اون عمارت متروکه ترسناک بشی؟ داستان‌های واقعی که گاهی به ترس خیلی تبدیل میشن کم نیستن، اما باید فکر کنیم که چقدر میتونن به ما نزدیک و نزدیکتر باشن. روی داستان بعدی یکی از اون باقی تریناشو براتون تعریف میکنم.